شهرت سایناکوف 17 سپتامبر سال 1974 در دهه درزوت نوحیه روشن تولد شده است. سال 1991 مکتب میانه رقم 8 نوحیه روشن را ختم کرده، خود همان سال حجت‌هایش را به فاکولته موسیقی و سرود دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی سپریده، آن را سربلندانه ختم کرده است. 9 سال در فاکولته موسیقی و سرود دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به حیث آموزگار کار کرده است. دارنده مدال خدمتی شایسته است. شروع از سال 1997 تا این جانب در روی صحنه هنر است. او در طول فعالیت سرایندگیش سرودهای زیاد اجرا نموده است. به مانند ما را به چشم کم نبین، لاله رخ، زیبا وطن دارم، عاشق شیدای وطن، آشیان مهر، وطن و چند دیگر. شروع از سال 2009 تا این جانب در انسامبل فلک فعالیت نموده ایستاده است. او از دوران مکتبخانیش ذوق بلندی آوازخوانی داشت. محض شوق و رغبت به سرایندگی را در قلب او استاد اولینش غایب نظر دولتشایف مقام داده بود. یک دم بیا به نزد من، ای ماه مهربان من، حسن و جمال دلکشم، شیرینی زبان من، حسن و جمال دلکشم، شیرینی زبان من. از نظرم چو دور شدی، روزی سفید شد سیاه، نور ببار بر دلو، دیده و دیدگان من، نور ببار بر دلو، دیده و دیدگان من، دیده و دیدگان من، دیده و دیدگان من. هنر استعداد خداوندی است، ولی برای رشد آن ما را ضرور است که آن را انکشاف دهیم. برای ما پیش از همه یک استاد با تجربه، یک راهنما لازم است. همین طور نه؟ البته. پس راهنمای شما در این جاده کیست؟ از زمان خردسالی یعنی استاد ما غایب نظر دولتشایف در نوحیه روشن در دهات درزود ما را راهنمایی کرد. هنگامی که ما اکاردیون یعنی نواختن را یاد گرفتیم و استاد ما را راهنمایی کرد، دوامی یعنی موسیقی را به ما فهماند. این شناسایی شما از دوران مکتبی آغاز شد؟ بله. البته چون که استاد آموزگار بودن در مکتب، یعنی اونجا برنامه های وی بود، غنچه های صنعت و استاد ما را راهبری میکردند و راهنمایی میکردند. باوری کامل پیدا کردند که ما همین کسب را خیلی خوب از خود میکنیم و در جمهوری یک شخصی یعنی آبرومند میبراییم. ای وطن امید من، مراد من، مرام من، شهرتی تمام من، خدمتت درود من، سرود من، سلام من، شادی و پیام من، خدمتت درود من، سرود من، سلام من، شادی و پیام من. هنگامی طالب علم مکتبی میانه بودنش نیز پیوسته در بستانها اشتراک نموده اجرای سرود می نمود. او با سرود تاجیکستان همه دنیای منی محبوب گشت. سرود بس دلنشین و گوارا سرایده شده است. شهرت از عشق و محبت فرهنگ ملت تاجیک می سراید. او در راه هنر با سبک و اسلوب خویش با ترانه‌های در وصف وطن اجرا نموده‌اش جایگاه خود را پیدا کرده است. در ایجادیات قهرمان برنامه ما سرودهای در وصف وطن بوده جایگاه مخصوص دارد. در وصف کشور محبوبمان سرودن سرود را می پسندد و باعث افتخار می داند. بخصوص ترانه های وطن، عاشق شیدای وطن، تاجیکستان همه دنیای منی. دلیل این گفته هاست. سال 2007 10 سالگی جشن وحدت بود در کاخ باربد و من یعنی همین سرود رو ایجاد کردم. تاجیکستان همه دنیای منی از 3 قسمت عبارت بود و یک ماه پورا با گروه یعنی تمرین کردیم، ایجاد کردیم، ثبت کردیم و خودی یعنی 27 ایون سال 2007 در کاخ باربد صدا داد و خیلی خوب صدا داد و
تمام مخلصان یعنی این سرود را زمزمه کردن و در دلشان جای گرفت. یعنی این سرود ما را راهنمایی کرد و نام ما را در تاجیکستان با مردم شناس کرد. تاجیکستان همه دنیای منی، آشیانی دل شیدای منی. من تشنه بر آبی چشم سارانی تویم، تاجیکستان همه دنیای منی. مفتونی نسیم ملک خطلانی تویم، تاجیکستان همه دنیای منی. این یک نفسم به تو در این عالم چیست، تاجیکستان همه دنیای منی. قربانی بدر شان و زرافشانی تویم، تاجیکستان همه دنیای منی. تاجیکستان همه دنیای منی، آشیانی دل شیدای منی. برای ایجاد کردن یک سرود چقدر وقت لازم است؟ سرودی است که در طول یک هفته یعنی ایجاد می شود، ثبت می شود، زمزمه میکنی و تمام مخلصان میشنوند، قبولش میدارند. سرودی هست که یعنی 1 ماه و 2 ماه و 3 ماه و نیم سال. من یک سرودی که من زمزمه کردم، یک دم بیا به نزد من ای ماه مهربان من، سال 2000 ایجاد کردم و موسیقیش بسیار دور به دراز است و باوری کامل پیدا نکردم که امروز ثبت کنم و فردا ثبت کنم و سال 2021 ثبت شد. یعنی 20 یا 21 سال هم خیلی استاد و هر وقت من زمزمه میکردم و ثبت نکردم، یعنی با پرگی یعنی تیار نبودم. این گونه هم هست. من فکر میکنم با ذوق شوق هنرمند است. وقتی که ذوقت زیاد است و طبع بالیده داشته باشی و در درون همون آهنگ و هر روز و هر ساعت فکر امور میکنی، تیزتر ثبت میشود و با مخلص تیز یعنی رسانده میشود. روی نگار شیرین، دیدار یار شیرین، بلبل و شاخ مستی، گل در کنار شیرین. روی نگار شیرین، دیدار یار شیرین، بلبل و شاخ مستی، گل در کنار شیرین. آید نوایی بلبل اندر هوایی صدگال، آید نوایی بلبل اندر هوایی صدگال. دامن گشاده سنبل در لاله زار شیرین، دامن گشاده سنبل در لاله زار شیرین. روی نگار شیرین، دیدار یار شیرین، بلبل و شاخ مستی، گل در کنار شیرین. خاکی وطن عزیز است، آبی وطن لذیذ است، خاکی وطن عزیز است، آبی وطن لذیذ است. جنت همین دو چیز است، دل به قرار شیرین، جنت همین دو چیز است، دل به قرار شیرین. روی نگار شیرین، دیدار یار شیرین، بلبل و شاخ مستی، گل در کنار شیرین. ما زادگانی وقتیم، دل دادگانی وقتیم، ما زادگانی وقتیم، دل دادگانی وقتیم، آزادگانی وقتیم در انتظار شیرین، آزادگانی وقتیم در انتظار شیرین. روی نگار شیرین، دیدار یار شیرین، بلبل و شاخ مستی، گل در کنار شیرین، بلبل و شاخ مستی، گل در کنار شیرین. ای من
بسیار شبها یعنی پیاده‌گردی میکنم، یعنی روزهای آزاد برای خودم رو باید آزاد حس کنم و ذوق خودم باید خوب باشد و یعنی میبینم که ذوق من خوب است، میبینم که یک چیز پیدا میشد، همین گونه یعنی ایجاد پیدا میشود. متن سرود رو چگونه انتخاب میکنید؟ البته وقتی که هنرمند آوازی قوی، آوازی خوب داشته باشد و هنر اصیل داشته باشد و انتخاب متن و آهنگ را اگر خیلی خوب به خود یعنی در خود حس کند، البته در جمعیت یعنی در نزد مخلص یک نقش کلان را بازی میکند. و بعدا در دانشگاه آموزگاری وقتی که من دانشجو بودم، سرودهای مبارک شاه میرزا شاه میشه، بعد من زمزمه میکردم، تمامی هنر یعنی دانشجو میرقصیدند، من فخر میکردم که یعنی من خوب میسرایم یعنی در همون زمان. و بعدا گفتم که خیلی میلش من سرایدم، اینا رقصیدن و من چی را ایجاد کردم و چی اختراع کردم. همونجا به خودم سوال گذاشتم و سال 1997 در زمان دانشجویی من الکی سرود یکم رو ایجاد کردم و در دانشگاه آموزگاری سراییدم و همین سرود من در یعنی در دل همو دانشجویی یعنی نقش گرفت، قبول کردند و هر کنسرتی که میشد گفتن اکی شهرت سرودی میده میده را سرایید. این میده میده از ایجادیات خودتون بله، بوده؟ میده میده رقص بکن جان، چیده چیده پا بمان، چرخی کبوتر بزن ای بوتی ابرو کمان، چرخی کبوتر بزن ای بوتی ابرو کمان. و همیشه در هر جشنی که میشد من زمزمه میکردم و تمام دانشجو میرقصیدن و از اینجا من باوری کامل پیدا کردم که یعنی من ایجاد کردن میتونم و شروع کردم ایجاد کردن. من تا امروز چقدر سرودها رو ایجاد کردم. از شروع فعالیتتان تا به امروز چقدر سرود در خزینه طلایی رادیو ثبت کرده ماندید؟ حسابش رو گم کردم، حساب نکردم و همین قدر میدونم که هر جشنی که ما یعنی هر سالی که ما چقدر جشنی که داریم، جشن استقلال، روز وحدت، روز استقلال، روز نوروز، روز پرچم، روز فلک، مدامی که من در نسان فلک کار فعالیت میبرم، کمیته تلویزیون و رادیو، در همه این جشن‌ها من حتما یک تای سرود ثبت میکنم. هر جاده دشواری های خود را دارد البته. و راه صنعت نیز راهی هموار نیست، دشواری های زیادی دارد، شیب و فرازهای زیادی دارد. شما چگونه مشکلی ها را پس سر کردید و به این زینه رسیدید؟ البته مشکلی ها بودند و هستند و میمونند، لیکن هنرمند، شخص قابل از همه این دشواری ها باید بگذرد. یعنی دشواری و از پیش، یعنی از پیش یک جشن کلان است. مثال سر کردیم، تصور کردیم که امروز ما را جشن وحدت انتظار است، یعنی ما را باید که ایجاد خوب، سرود خوب باید ایجاد کنیم. یعنی در اصل این دشوار است ایجاد کردن. ما حرکت میکنیم، نه یک ماه پیش ما الکی شروع کردم به ایجاد کردن، شروع کردم و حرکت میکنم که تو جشن وحدت یعنی سرود من به پرگی تیار شود و زمزمه کنم و همون روز از طرف مخلصان وقتی که من قرصک رو قبول کردم، یعنی من از این دشواری گذشتم و یعنی خرسند شدم. حرکت میکنم سرودهای نو به نو ایجاد کنم و از دشواری ها گذرم. شما در ژانر فلک بیشتر سرود میخونید. سرودن سرود در ژانر مذکور چه مشکلی دارد؟ ژانر فلک ژانر دشوارترین است. بسیار در این ژانر فعالیت کردن بسیار دشوار است و کسی که از یعنی سرودن ژانر فلک میبرد، این دیگر ژانرها برای او ژانر فلک و شش مقام دشوار هستند. کسی که این ژانرها را اگر از عهدهش براید، این دیگر دنیا یعنی کشاده است برای او. با فکر منم خیلی یعنی خلاصه برآوردم. عشق در ایجادیات شهرت چه جایگاه دارد؟ عشق من در ایجاد آهنگام هست. گفتم که چقدر من زمزمه میکنم، محبت به همین دارم و وقتی که من در وقت ایجاد خودم را صرف میکنم، همه چیز را فراموش میکنم، تنها خودم را میدونم و عشق ایجادم را میدانم. برای من نزدیکترین عشق همون است و مهر و محبت عائله هست، فرزندا هست، مادر هست و همین همش عشق است. نسبت به وطن، چقدر من وطن خودم رو دوست می‌دارم و اینم یک عشق است، یک محبت است و امروز وطن ما، پایتخت ما گلگون شکوفا هست.
پایتخت ما بسیار زیبا هست و من هر شبها یعنی میبرایم و راهگردی میکنم و پیاده گردی میکنم. این برای من محبت بهترین است. من از این خیلی شاد هستم و همه ایجادات من از همین عشق وطن پیدا میشوند و همین گونه یعنی همه این یک عشق است. این همه این در وجود من است. همین عشق را من میپرورم که من زنده هستم. چه کنم ز هجرت جان، شب من سحر ندارد. شب تاریکی یلدا نظری قمر ندارد. شب تاریکی یلدا نظری قمر ندارد. بسرم 200 خیالو بدو دیدن از خوابه، که بجز جمال جانان سخنی دیگر ندارم. که بجز جمال جانان سخنی دیگر ندارم. شبی من سحر ندارم، نظری قمر ندارد. به یقین خبر ندارد، سخنی دیگر ندارد. سخنی دیگر ندارد، سخنی دیگر ندارد. شهرت ساینکوف هرگاه هنرنمایی سرایندگانی دوست داشته‌اش اقنظر علواتوف، دولتمند خالف و دیگران را میدید، شروع شوقش نسبت به سرایندگی زیادتر میشد. پیوسته برای پیشرفت هنر و مهارتش صادقانه و صمیمی تلاشمند پیروی انتخاب نموده‌اش می باشد. همین طریق او باز استعداد خود قانع نبوده کوشش میکند که باز هم تقویت دهنده مهارت و ملکه خویش باشد. تشکر زیاد که دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه تشریف آوردید. خوب بینندگان عزیز، یادرس میشویم که مهمانی برنامه ما بودند شهرت ساینکوف. خیر تا برنامه های دیگر، شاد و سربلند باشید. کی خرامانی منی تیغ مشگان، چهره خندان ماه تابانی منی تیغ مشگان، چهره خندان ماه تابانی منی. بنده می سوزد در عشق روی تو هر روز و شب، هر روز و شب. بنده می سوزد در عشق روی تو هر روز و شب، هر روز و شب. گوهری نایاب من، لالو و مرجانی منی. گوهری نایاب من، لالو و مرجانی منی. رخسار نور افشان تو، چشم تاریک از به رخسار نور افشان تو. با جمال نور بارد نور چشمانی منی. با جمال نور بارد نور چشمانی منی. لاله رخ سیمین بدن، کبکی خرامانی منی. تیغ مشگان، چهره خندان ماه تابانی منی.
خندان ماه تابانی منی بنده می سوزد در عشق روی تو هر روز و شب هر روز و شب بنده می سوزد در عشق روی تو هر روز و شب هر روز و شب گوهری نایاب من لولو و مرجانی منی گوهری نایاب من لولو و مرجانی منی خاکستر بساخت درد عشقت قهرمان را سوخت خاکستر بساخت خنده کن با خنده ای خود آب حیوانی منی خنده کن با خنده ای خود آب حیوانی منی لاله روخ سیمین بدن کبکی خرامانی منی چهره خندان ماه تابانی منی تیغ مشگان چهره خندان ماه تابانی منی بنده می سوزد در عشق روی تو هر روز و شب هر روز و شب بنده می سوزد در عشق روی تو هر روز و شب هر روز و شب